بسم الله الرحمن الرحیم. خب اگه بیاد داشته باشید در جلسه قبل ما داستان مجزعة ابن ثور، این صحابی پیامبر صلی الله علیه وسلم رو براتون نقل کردیم که عمر دستور داد به ابو موسی اشعری که این رو تو در سپاه خودت قرار بده و این در جناح چپ سپاه ابو موسی اشعری بود و همینجوری فتوحات این را پشت سر هم انجام میدادن تا اینکه هرمزان به شهر شوشتر پناه برد و گفتیم که این در شهر شوشتر چه دیوارها و قلعه های مستحکمی بود و از جمله این آمدن خندق بزرگی زدن که در این خندق آب قرار داشت و هیچ راهی دیگه مسلمانان نداشتن برای این نفوذ به این شهر. 18 ماه این جنگ طول کشیده بود. گفتیم که ابو موسی اشعری دیگه اومد داشت بررسی میکرد که چه باید کرد، آیا راهی وجود داره یا نه، و این تعیین کننده بود این شرایط. در یک چنین شرایطی بود که گفتیم یک تیری به سمت ابو موسی اشعری از بالای اون دیوارهای قلعه پرتاب شد. یه دفعه نگاه کرد که دید روی این تیر یک نامه‌ای قرار گرفته. تیر جلوی پاش افتاد، برداشت و نگاه کرد، دید روی نامه نوشته شده که ای مسلمانان، من به شما اعتماد کردم، اگر شما من و خانواده من رو و اهل و عیال من و وابستگان رو من رو بهش امنیت میدید، حفظ میکنید و در امان خودتون قرار میدید، من راه نفوذ به این شهر شوشتر رو به شما یاد خواهم داد. ابو موسی اشعری هم نامه نوشت و تیر رو پرت کرد به همون سمتی که تیر اومده بود. بالاخره اون شخص وقتی که دید این نامه از طرف ابو موسی اشعری بوده و مسلمانان بهش امان دادن و با توجه به شناختی که از صداقت و عدالت مسلمانان و وعده‌داری و پیمان، حفظ پیمان میدونست، مطمئن شد و اومد خلاصه در تاریکی‌های شب خودش رو به ابو موسی اشعری رسوند و داستان رو براش تعریف کرد. گفت نگاه کن، ما از بزرگان سرزمین فارس هستیم، ایران هستیم، اما این هرمزان برادر بزرگ منو کشته، بر خانواده و مال و اهل و عیال من تجاوز کرده، ظلم و ستم کرده بر طایفه ما و ما کینه اونو در سینه داریم و تنها ما نیستیم، بسیاری از مردم این سرزمین فارس از اینها کینه دارن به خاطر ظلم و ستم و دشمنی که کردن و من میترسم که اینها خانواده من و زن فرزنده من اینها رو بکشن و به همین سبب ما، شما که دشمنان خودمون هستین، شما رو بر خودمون ترجیح دادیم، عدالت شما رو ترجیح میدیم بر ظلم و ستم هرمزان، وفای شما رو ترجیح میدیم بر حیله و مکر هرمزان و تصمیم گرفتیم که شما رو راهنمایی کنیم تا شما بتونید شهر شوشتر رو آزاد بکنید. و اما برای این کار یه شرطی داره، شما باید یک فردی رو با من همراه بکنی که هم دارای شهامت، هم جسارت، هم توانمندی، به اصطلاح ما یک تکاور ورزیده باشه، هم دارای عقل و درایت اینها باشه تا بتونه شنا هم بلد باشه با من همراه بشه تا من شما رو راه رو نشون بدم که چگونه میشه به این شهر وارد شد. خب ابو موسی اشعری گفت باشه، صدا زد گفت مجزعة ابن ثور سدوسی رو بگید بیاد. خب اینها هم بالاخره بلافاصله خبر کردند و مجزعة ابن ثور اومد، گفتش که نگاه کن، این مجزعة ابن ثور هم دارای عقل، هم دارای توانمندی هست، هم قدرت توانایی شنا داره، هم دار شجاعت داره و این کسیه که میتونه باهاتون همراه بشه. گفت منظورتون چیه؟ امیر منظور ابو موسی اشعری بود. گفت که میخوام تو با این مرد همراه بشی و بری راه ها رو یاد بگیری. و گفت اگه میخوای همراه من دستور نمیدم، اما اگه میخوای میتونی همراه بشی. بالاخره پیشنهاد من تو بودی. گفتش که هر چه میخوای بفرستی امیر، من به هر سمتی بر توان و بر یاد خدا من حرکت خواهم کرد و میرم. و اون مرد گفت نگاه کن، سعی کن که اون مسیری که من میری یاد بگیری. ابو موسی اشعری هم گفت مسیرها رو یاد بگیری تا بتونیم ما راه رو پیدا کنیم که چه باید کرد، تا بهتون محل هرمزان رو نشون میدم، کجا پنهان شدن، کجا نیروهاش هستن، نقشه شهر رو، همه چی رو براتون روشن خواهم کرد. و اما در این مورد با احدی نباید صحبت کنید، چه بسا در درون سپاه شما جاسوس باشه یا بالاخره خبر به اونها برسه. مجزعة ابن ثور در اون تاریکی شب با این فردی که از سرزمین فارس بود و اومده بود که با اینها گفتگو کرد همراه شد، وارد یک کانال بزرگی در زیر زمین شدن، در میان رودخانه ها و نهرها گذشتن تا وارد شهر شدن و این کانال خیلی عجیب بود. شما همین میگم واقعا این کاش که از این داستان ها فیلم های سینمایی با تکنولوژی بالا ساخته میشد.
کانال‌های تنگ میشد، جای بزرگ بود، جایی باید سینه خیز میرفتن، جایی باید ایستاده میرفتن، جایی باید شنا میکردن، جایی باید خودشونو در برابر امواج سنگینی که آب جا حرکت میکرد خودشون رو عبور میدادن. بالاخره اینها رفتن تا تونستن که به اون مرحله برسن و وارد شهر بشن و از همون منفذ وارد شهر شدن از طریق بالاخره این رودخانه و اینها بود و بهش نشون داد به مجزت ابن ثور، نگاه کن اینجا فلانجاست، اینجا فلانجاست، و این رفت و دید و حتی گفت نگاه کن این هرمزانه. مجزت ابن ثور میگه با این لحظه با خودم گفتم که من این رو بکشم، هرمزان رو، حالا دیگه از این شرایط بهتر نیست، اما گفتم نه، به من چون ابو موسی اشعری بهش دستور داد برو راه رو یاد بگیر و برگرد، هیچ کاری نکن، هر شرایطی برات پیش اومد دست به هیچ اقدامی نزن تا این شرایط لو نره تا ما بتونیم استفاده بکنیم. در هر صورت ایشون میگه که من برگشتم و تا نزدیک صبح دوباره خودم رو به سپاه مسلمانان رسوندم و برای ابو موسی اشعری تعریف کرد که من چه دیدم، راه چگونه هست و سعی کردم راه رو بفهمم، اما راه خطرناکیه، راهیه که واقعا معلوم نیست انسان به سلامت بتونه به اونور برسه، اما اگر ما بتونیم با یک سپاهی برسیم اونور وارد شهر بشیم، میتونیم با یک جنگ و پیکار سریع دروازه ها رو باز کنیم و شما تا بتونید وارد شهر بشید. ابو موسی اشعری 300 تن از شجاعترین افراد از سپاه مسلمانان که توانمند بودن و شنا بلد بودن و قدرت و مبارزاتی داشتن، به اصطلاح ما میگم کماندوهای آموزش دیده بودن، اینها رو چیکار کرد؟ آماده کرد، همراه کرد با مجزت ابن ثور، گفت برید شما به امان خدا و توکل به خدا تا بتونید وارد شهر بشید تا ببینیم خداوند چی برای ما مقدر میکنه. مجزت ابن ثور به تمام این افراد گفت وسایل اضافیتون رو کنار بذارید، فقط شمشیراتون باهاتون همراه باشه، لباساتون رو خیلی سبک بپوشید، سنگین نپوشید که در آب امواج تو سخت هست، آب هست، ممکنه لباس‌ها سنگین بشه، لباس‌ها رو سبک بپوشید، لباساتون رو محکم ببندید به بدنهاتون، شبیه شاید لباس‌های قواسی که ما امروز مثلا می‌خوام ببینیم که چگونه طرف میشه، کاملا خودتون رو آماده کنید و تا بتونیم ما در این مسیر حرکت بکنیم و شمشیرهاتون هم به گونه‌ای باشه که باید در درختی که شنا میکنید و در مسیر حرکت میکنید بهتون آسیبی نزنه. بالاخره 1/3 اول شب که شد دیگه این گروه حرکت کردن، در مسیر میرفتن، این گروه 300 نفره و خطرات رو پی در پی پشت سر هم میذاشتن. تقریبا حدود 2 ساعت بر اساس اون چه که مورخین نقل میکنن این زمان میبرد تا اینکه رسیدن به در ورودی همون دروازه شهر از همون کانال آب که وقتی که مجزع نگاه کرد که ببینه چند نفر از نیروهاش موندن، 220 نفر از نیروهایی که باش همراه بودن اینها رو آب بلعیده بوده یا بالاخره در این مسیر براشون اتفاقی افتاده بود که باش دیگه بهش همراه نبودن، حالا مرده بودن یا آب اینها رو به جای برده بود، فقط 80 نفر همراه بودن. به مجرد اینکه اینها وارد شهر شدن، تونستن از اون منفذ وارد بشن، شمشیرهاشون رو کشیدند و با نگهبانان قلعه جنگ سختی رو بالاخره آغاز کردن تا تونستن بعد از یک پیکار طولانی و بالاخره سخت خودشونو به درها برسونن و درها رو باز کردن و تکبیرگویان درهای شهر شوشتر باز شد و 2 سپاه مسلمانان و سپاه هرمزان روبروی هم قرار گرفتند و بالاخره جنگ سختی صورت گرفت که تاریخ مشابه اون جنگ رو واقعا ندیده. این جنگ چنان بود که مجزت ابن ثور تونست خودشو برسونه به قلعه و جایگاه هرمزان رو در روی هم قرار گرفتن. بالاخره جنگ تن به تن هست، هر دو هم قهرمان و هر دو هم بالاخره مبارز، اما حمله ای که مجزت ابن ثور کرد موفق نشد و شمشیری که به سمت هرمزان مثلا جنگ دیگه کشید اما هرمزان تونست بالاخره با اون توانمندی که داشت یا اون اشتباهی که از مجزع در حمله صورت گرفت در این جنگ، مجزع رو بالاخره اونجا بکشه و مجزع اینجا بر زمین افتاد و به شهادت رسید. مسلمانان تونستن بعد از یک جنگی بالاخره در همون شب طولانی و قهرمانی هایی که از خودشون نشون دادن اون شهر شوشتر رو تصرف کنن و هرمزان رو به اسارت بگیرن و مسلمانان خوشحال و شادمان به سوی عمر فاروق رضی الله عنه خبر پیروزی و فتح شهر شوشتر رو رسوندن و در جلوی غنایمی که میفرستادن هرمزان بود، در حالی که تاجی مرصع و تاجی با جواهرالات گران قیمت و الماس اینها که در لباسهای گران قیمتی در تنش بود این رو گذاشته بودن تا جلوی این بالاخره اموالی که گرفته شده بود و به عنوان غنیمت به سوی عمر فرستادن
و داستانش هم خیلی جالب هست. حالا من در جای خودش این داستان رو نقل میکنم و در وقتی که بالاخره به اونجا رسیدن به عمر خبر دادن که بله در این جنگ مجزعة ابن ثور با اون قهرمانی هایی که انجام داد و چه کارهایی که انجام داد بالاخره به شهادت رسید و عامل شهادتش هم این هرمزان بوده که باز همین خود داستان هرمزان در جای خودش قابل تأمله که باید روز این داستان رو تعریف کنیم که هرمزان بالاخره چه بود، چه کرد و آیا این واقعا داستان چگونه خواهد بود. خب خدا از یاران رسول خدا صلی الله علیه و سلم راضی باشه، به این امیدی که محبت ایمان هم در قلب‌های ما چنان شکل بگیره که بتونیم صداقت و پاکی و بندگی و شادمانی و عدالت رو هم در زندگی خودمون و هم در زندگی همه مردم ارائه بدیم. تا روز دیگه و درس دیگه در پناه خدای مهربان باشید. خداوند یار و نگهدارتون.